60 دقیقه 0-0. ارسال داخل محوطه علیان کسی باسم راه به جایی نمیبره. مرادی فرید خطه بالاخره گل، بالاخره گل، بالاخره گل. داماش گل، داماش گل، داماش. حالا گل برای داماش. علیان کسی گل برای داماش گیلان. این گفتم این گل تمام از خوشگلی داره. داماش گل زد. حالا 61 دقیقه باید هم به این تیم گل بزنه داماش. علیان کثیر از خط دروازه وحید عزیزی رو باز کرد. جابر نصیری هست و محمد رستمی. بالاخره محمد رستمی این ضربه. وای 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 چه گلی میخوره عزیزی، چه گلی میخوره وحید عزیزی. میشه جونتون تا باشه از این گلا. داماش 2 خوش طلای حساب 0. به این گل. داماش دومین گل به زیبایی هرچه تمامتر توسط دژ مستحکم محمد رستمی به ثمر رسوند. باید خوشحال باشیم. ما نشون میدیم که اینجا رئیس ما هستیم.